یه لحظه گوش کن. مردی 71 ساله فقط به خاطر یه اشتباه خیلی ساده جونش رو از دست داد. اشتباهی که هر روز 1000 نفر مثل اون انجامش میدن. بدون اینکه بدونن دارن با دست خودشون بدنشون رو مسموم میکنن. داستان از یه چیز به ظاهر بی‌ضرر شروع شد. لیمو. همون لیمویی که فکر میکنیم همیشه مفیده. اما اگه با بعضی خوراکی‌ها قاطی بشه، میتونه خطرناکتر از یه قرص اشتباه باشه. بالای 50 ساله ها دقت کنید. چون چیزی که الان میخوام بگم شوخی نیست. بدن ما توی این سن مثل یه ترازوه. یه طرفش سلامتیه، یه طرفش اشتباههای کوچیک روزمره. یه ترکیب اشتباه غذایی میتونه اون تعادل رو به هم بزنه. اما خبر خوب اینه که میتونی همین امروز یاد بگیری چجوری ازش جلوگیری کنی. من امروز 3 خوراکی رو بهت معرفی میکنم که اگه با لیمو بخوری بدنت به جای پاک شدن دچار واکنش معکوس میشه. ممکنه اسید معدت به هم بریزه، فشار خون بالا بره یا حتی جذب مواد معدنی متوقف بشه. و آخر همین ویدیو یه نکته طلایی دارم که کمتر کسی میدونه. یه روش ساده برای اینکه بفهمی ترکیب هر غذا با لیمو خطرناکه یا نه. یه ترفند که فقط کافی بدونیش تا دیگه هیچ وقت ناخواسته بدنتو مسموم نکنی. پس قبل از اینکه یه قطره لیمو بچکونی روی غذات یه نفس عمیق بکش و این چند دقیقه ویدیو رو تا آخر ببین. چون ممکنه همین ویدیو یه بار برای همیشه دیدت رو نسبت به یه چیز ساده مثل لیمو عوض کنه. ببین رفیق، هممون عادت داریم لیمو رو کنار غذا بخوریم. روی ماهی، کنار چلو کباب، توی سالاد، حتی بعضی میریزنش توی دوغ. میگن لیموی تازه چربی رو میسوزونه، هضم رو بهتر میکنه. ولی کسی نمیگه که بعضی از این ترکیبا میتونن به شدت خطرناک باشن. مخصوصا بعد از 50 سالگی. اولین اشتباه بزرگ ترکیب لیمو با لبنیاته. یعنی وقتی دوغ، شیر یا ماست رو با لیمو ترکیب میکنی، یه واکنش شیمیایی اتفاق میفته که ظاهرش بی‌ضرره، اما داخل بدن میتونه اسید معده رو به هم بریزه. لیموی ترش با پروتئین‌های لبنیاتی برخورد میکنه و باعث لخته شدنشون میشه. این یعنی به جای اینکه مواد جذب بدن بشن، به شکل توده‌ای سنگین توی معده میمونن. همون جایی که بعدش باعث نفخ، سوزش و حتی التهاب روده میشه. خیلی هم میگن ما همیشه دوغ لیمویی میخوریم. اتفاقی هم نیفتاده. آره شاید الان حسش نکنی، ولی بدنت داره آروم آروم واکنش نشون میده. بدن توی جوانی تحملش بالاست، اما بعد از 50 سالگی آنزیم‌های گوارشی کمتر میشن. همون ترکیب بی اهمیت دوغ و لیمو برای معده حساس مثل آتیش روی بنزینه. در لحظه شاید فقط یه دلدرد ساده بیاد سراغت، ولی تکرارش باعث التهاب مزمن میشه. چیزی که خیلیا فکر میکنن از سنه، نه از تغذیه. جالبه بدونی یکی از دلایل اصلی ریفلاکس و ترش کردن شبانه دقیقاً همینه. آدمایی که میگن شب با معده سوزان از خواب میپرن، معمولا روز قبلش یه ترکیب لبنیاتی با یه لیمو خوردن. وقتی این اسید با لبنیات مخلوط میشه، معده مجبور اسید بیشتری ترشح کنه تا این توده رو هضم کنه و همین باعث همون سوزش لعنتی میشه که نمیذاره شب راحت بخوابی. حالا تصور کن یه نفر عادت داره با غذای چرب دوغ لیمویی بخوره. فکر میکنه داره چربی رو میسوزونه، در حالی که داره همین لحظه به دیواره معده‌اش آسیب میزنه. اون حس سبکی که بعد از خوردنش داری در واقع از ترشح بیش از حد اسید میاد، نه از هضم بهتر غذا. یه جا گول زدن بدنه که به مرور باعث ضعف معده، کاهش جذب کلسیم و حتی پوکی استخون میشه. حالا یه نکته جالب‌تر اینه که خیلی‌ها لیمو رو توی ماست هم میریزن به اسم ماست چربی سوز، ولی بدون که ماست خودش خاصیت اسیدی داره. وقتی با لیمو ترکیب میشه، اون تعادل طبیعی از بین میره. بدن برای خنثی کردن اون اسید از مواد معدنی خودش استفاده میکنه. یعنی کلسیم و مگنیزیم رو از استخوان‌ها میکشه بیرون. و این دقیقاً همون چیزیه که بعد از چند سال باعث درد مفصل، ضعف زانو و استخوان‌های شکننده میشه. نکته تلخ اینه که این آسیب‌ها همون لحظه حس نمیشن. آروم میان، کم کم جا خوش میکنن. و یه روز از خواب پا میشی میبینی زانوت بی‌دلیل ورم کرده یا مفصل تیر میکشه. اما خبر خوب اینه که اگه همین امروز بدونی چی رو با چی نباید بخوری، بدنت خودش شروع میکنه به بازسازی. بدن همیشه دنبال تعادله. فقط باید دست از این ترکیبای اشتباه برداری.
لیموی طبیعی به خودی خود عالیه، اما وقتی با لبنیات قاطی میشه تبدیل میشه به یه بمب خاموش. پس قبل از اینکه لیمو بچکونی روی دوغ یا ماست، یادت باشه چیزی که فکر میکنی پاک کننده است ممکنه از درون بهت آسیب بزنه. حالا بیا سراغ دومین اشتباه بزرگ. یه اشتباهی که بیشتر از نصف مردم هر روز مرتکبش میشن، ولی حتی یه بار هم بهش فکر نکردن. دارم از ترکیب لیمو با خوراکی‌های شور و فرآوری شده حرف میزنم. اونجایی که مثلا لیمو رو میچکنی روی چیپس، ترشی، سوسیس یا حتی ماهی دودی و با خودت میگی چربی رو میسوزونه، ضررش کم میشه. در حالی که واقعیت دقیقاً برعکسه. لیموی ترش وقتی با سدیم بالا ترکیب میشه، یه واکنش شیمیایی درست میکنه که نه تنها ضرر رو کم نمیکنه بلکه باعث افزایش جذب نمک در بدن میشه. بدن بالای 50 سالگی دیگه مثل قبل نمیتونه سدیم اضافی رو دفع کنه. کلیه‌ها ضعیف‌تر میشن، فشار خون راحت بالا میره و این ترکیب لیموی اسیدی علاوه این نمک زیاد درست مثل جرقه روی بنزینه. خیلی‌ها فکر میکنن لیمو خاصیت پاک کنندگی داره و نمک رو خنثی میکنه. اما واقعیت اینه که وقتی اسید با سدیم ترکیب میشه، بدن به صورت خودکار تلاش میکنه تعادل pH خون رو حفظ کنه. برای این کار شروع میکنه از استخوان‌ها و بافت‌ها مواد قلیایی میکشه بیرون که نتیجهش میشه خستگی مداوم، ضعف عضلات و گاهی حتی تپش قلب. مثلا وقتی لیمو رو روی چیپس، ترشی یا زیتون شور میریزی، احساس میکنی مزهش بهتر و سبکتر شده، اما اون حس سبک شدن از تغییر طعم نیست. بدن داره با اسید و نمک همزمان میجنگه و حس موقتی سبکی بهت میده. در واقع لیمو اون لحظه باعث میشه نمک سریعتر جذب بشه و فشار خونت بعد از یه ساعت به شکل خطرناکی بالا بره. اگه هم جزو اونایی هستی که قلبت بعضی وقتا تندتر میزنه یا زود قرمز میشی، این ترکیب دقیقاً برای تو سمه. یه چیز دیگه هم هست که کمتر کسی میدونه. وقتی لیمو با مواد نگهدارنده سوسیس و کالباس ترکیب میشه، توی معده واکنش نیتروژنی اتفاق میفته و مواد نیتروژنیزه‌ای به وجود میان که جزء ترکیب‌های سرطانزا حساب میشن. حالا حساب کن یه نفر به خیال سالم‌تر کردن لیمو رو بچکونه روی یه تیکه سوسیس یا کالباس سرخ شده. فکر میکنه ضرر چربی رو کم کرده، در حالی که این ترکیب داره یه بمب شیمیایی درست میکنه توی بدنش. حتی توی غذاهای سنتی هم این اشتباه زیاد تکرار میشه. ترشی‌های خونگی که با نمک زیاد درست میشن، اگه بعد از بوش شدن روشون لیموی تازه بچکونی، ترکیب اسید لیمو با نمک باعث آزاد شدن فلزات سنگین از ظرف میشه، به خصوص اگه ظرف فلزی باشه. اون فلزات وارد غذا میشن و آروم آروم وارد خون میشن. بعد از مدت اینا خودشون میشن یکی از دلایل اصلی درد مفاصل و خستگی مزمن. اگه تا حالا برات پیش اومده بعد از خوردن ترشی لیمویی یا زیتون با آب لیمو احساس خشکی دهان یا تپش قلب کردی، بدون که بدنت داره بهت هشدار میده. اون نشونه ساده یعنی تعادل نمک و اسیدت به هم خورده. بدن هوشمنده، فقط باید بهش گوش بدی. لیموی تازه نعمته، ولی با غذاهای شور به جای اینکه بدن رو پاک کنه بیشتر خسته‌اش میکنه. ترکیب لیمو با نمک یعنی بازی با فشار خون و توی سن بالای 50 سال این بازی اصلا شوخی نیست. ببین رفیق، این یکی از اون اشتباهایی به ظاهر بی‌ضرره که خیلی انجامش میدن، مخصوصا موقع غذا خوردن. خیلی عادت دارن کنار برنج، سیب زمینی نو یا حتی ماکارونی یه تیکه لیمو میچلونن روش و میگن برای هضم بهتره. ولی واقعیت اینه که لیموی اسیدی وقتی با خوراکی‌های نشاسته قاطی میشه گوارش رو نابود میکنه. بدن برای هضم نشاسته از یه آنزیم خاص به اسم آمیلاز استفاده میکنه. این آمیلاز وقتی توی محیط غذایی کار میکنه، یعنی وقتی اسید وارد معده میشه عملاً از کار میفته. حالا حساب کن تو یه بشقاب برنج سیب زمینی داری، یه لیموی ترش هم بچکونی روش، همون لحظه آمیلاز میسوزه و تجزیه نشاسته نصف نیمه میمونه. نتیجهش چی میشه؟ نفخ، سنگینی، خواب‌آلودگی بعد از غذا و حس پری معده. این چیزی که مردم میگن برنج خوب هضم نمیشه، در واقع از همین ترکیب اشتباه میاد. بعد از 50 سالگی گوارش کندتر میشه. بدن نمیتونه با حجم بالای نشاسته و اسید همزمان کنار بیاد. وقتی اسید لیمویی رو میخوری، معده برای خنثی کردنش اسید بیشتری ترشح میکنه و این یعنی دیواره معده تحت فشار مضاعفه. به مرور باعث التهاب و زخمای سطحی میشه. همون دردهای پراکندگی که بعضیا میگن
شکمم بی‌دلیل تیر میکشه. یه نکته دیگه اینه که وقتی لیمو رو با غذاهای نشاسته‌ای میخوری، قند اون غذا سریعتر وارد خون میشه. این یعنی یه بالا و پایین شدن ناگهانی قند خون که باعث خستگی، بی‌حوصلگی و حتی سردرد بعد از غذا میشه. اگه حس کردی بعد از غذا چشات سنگین میشن و دنبال یه چرت کوتاه میگردی، بدون ترکیب اسید و نشاسته داره بدنتو خسته میکنه. یه مثال واقعی بگم برات. کسی که بعد از غذا همیشه لیمو میخوره در ظاهر ممکنه حس سبکی کنه، اما اون حس سبکی نتیجه ترشح بیش از حد اسیده و بالا رفتن قند اون لحظه است. بعد از چند ماه اون معده قوی و منظم تبدیل میشه به یه معده حساس و بیقرار. اون وقت حتی یه لقمه برنج ساده هم باعث سوزش میشه. حالا نکته جالب اینجاست که لیمو با نشاسته خام ضررش 2 برابر میشه. یعنی اگه سیب زمینی نیمپزی یا نون خمیر داشته باشی و لیمو بزنی روش، بدن نمیتونه اون ترکیب رو تجزیه کنه و به جاش میفرستش سمت روده و اونجا تخمیر میشه. بله، دقیقاً همون بوی بد گاز معده و نخ که نمیدونی از کجاست از همین اتفاق میاد. در حالی که لیمو خودش یه چربی سوز عالیه، ولی باید جدا مصرف بشه، نه همزمان با نشاسته. مثلا صبح با آب گرم یا بین وعده‌ها، اون موقع خاصیتش واقعی میشه، اما وقتی با برنج یا نون قاطی میشه، خاصیتش برعکس عمل میکنه. به جای چربی سوزی متابولیسم رو کند میکنه. یعنی هر بار خواستی لیمو رو کنار غذای نشاسته‌ای بذاری، یاد اون مردی بیفت که فقط پای اشتباه ساده سلامت معده‌شو از دست داد. بدن به زمان و نظم نیاز داره، نه شتاب و ترکیب اشتباه. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به پشت صحنه بدن. ببین واقعا وقتی لیمو رو با اون خوراکی قاطی میکنی، توی بدن چی میگذره؟ بدن مثل یه آزمایشگاه زنده است. همه چی توش حساب کتاب داره. اسید، آنزیم، دما و حتی زمان ترشح مواد گوارشی. وقتی یه چیز غیر منتظره مثل ترکیب اسید و لیمو با لبنیات یا نشاسته یا نمک زیاد واردش میکنی، اون نظم قشنگ گوارش از بین میره. لیموی طبیعی اسیدی قویه. pHش حدود 2 یا 3، یعنی تقریبا هم سطح اسید معده است. وقتی میره تو بدن، مغز فکر میکنه اسید زیادی وارد شده، پس سریع دستور میده ترشح اسید معده کمتر بشه تا تعادل حفظ بشه. نتیجه هضم غذاهای دیگه به خطر میفته. غذا میمونه توی معده، گاز تولید میشه و اون نفت لعنتی میاد سراغت. اگه همزمان باهاش غذاهای سنگین یا شور خورده باشی، بدن برای محافظت از خودش اسید اضافه ترشح میکنه. یه لحظه تعادل به هم میخوره، اسید زیاد میشه، مخاط معده آسیب میبینه و در بلند مدت التهاب ایجاد میشه. اون سوزش یا ترش کردنی که فکر میکنی طبیعیه و به خاطر بالا رفتن سنه، در واقع زنگ خطر همینه. بدن بعد از 50 سالگی دیگه سری خودش رو ترمیم نمیکنه. پس هر اشتباه کوچیکی مثل ترکیب لیمو با غذای نامناسب اثرش چند برابر میشه. این یعنی چیزی که توی جوونی فقط یه دلدرد گذرا بوده، حالا ممکنه چند روز طول بکشه یا حتی تبدیل به زخم معده بشه. یه نکته ظریف هم هست که کمتر کسی میدونه. وقتی اسید لیمو زیاد وارد بدن میشه، کبد و کلیه برای خنثی کردنش باید بیشتر کار کنه. در نتیجه بدن برای متعادل کردن اون اسید از مواد معدنی استفاده میکنه، مثل کلسیم، مگنیزیم و پتاسیم. یعنی تو عملاً داری این مواد حیاتی رو از استخوان‌هات قرض میگیری و این همون دلیلیه که بعضیا بعد از یه مدت احساس درد مفصل یا خستگی مزمن دارن، در حالی که فکر میکنن فقط سنشون بالا رفته. جالبتر این که این اشتباه معمولا یه دفعه اثر نمیذارد. آروم، بی صدا ولی مداوم. بدن بهت علامت میده، با سوزش، با نفخ، با خواب سنگین بعد از غذا، ولی ما عادت کردیم این نشونه ها رو جدی نگیریم. در حالی که همین علائم ساده زبان بدنته که داره میگه داری اشتباه ترکیب میکنی. من دارم خسته میشم. واقعیت اینه که لیمو خودش یه داروی طبیعیه، ولی مثل هر دارویی باید بدونی کی و چطور مصرفش کنی. لیموی خالی با آب گرم وسط روز یا صبح زود یه پاک کننده عالی برای بدنه. اما همون لیمو اگه اشتباه زمان بندی بشه، بدن تو به جای پاکسازی وارد حالت دفاعی میکنه. پس بدون هر بار که لیمو میخوری، بدنه که تصمیم مهم میگیره، یا ازش نیرو میگیره یا درگیر خنثی کردنش میشه. و فرق این دوتا فقط تو یه چیزه: زمان و ترکیب درست. خب رفیق، تا اینجا فهمیدیم لیمو با چی نباید قاطی بشه.
اما حالا وقتشه اون راز طلایی رو بگم که باعث میشه لیموی ساده سفره تبدیل بشه به یه مکمل طبیعی فوق‌العاده برای بدن. بدن برای جذب درست ویتامین C و اسیدهای مفید لیمو به یه همراه نیاز داره. آب. آره، به همین سادگی. وقتی لیمو رو با آب ولرم مخلوط میکنی، اون اسید قوی طبیعی رقیق میشه و بدون آسیب معده شروع میکنه به تمیز کردن سیستم گوارش. بهترین زمانش هم صبح ناشتاست، وقتی معده هنوز خالیه و بدن آماده پاکسازی روزه. اگه کنارش یه تیکه عسل طبیعی هم اضافه کنی، نه تنها جذبش بهتر میشه بلکه خاصیت ضد التهابیش 2 برابر میشه. حالا این بخش رو خوب گوش کن. اگه بعد از غذا هوس لیمو کردی، به جای چکوندنش مستقیم روی غذا، نیم ساعت صبر کن و بعدش یه لیوان آب لیمو با آب معمولی بخور. اون موقع بدن به جای جنگ با اسید ازش برای خنثی کردن چربی‌ها استفاده میکنه. این یعنی چربی سوزی واقعی بدون آسیب به معده. لیموی درست مصرف شده میتونه به تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب، تنظیم فشار خون و حتی روشن‌تر شدن پوست کمک کنه. همون چیزی که طبیعت از اول برای بدن طراحی کرده بود، ولی ما با ترکیب اشتباهش خرابش کردیم. پس از این به بعد لیموی سفرت رو با دقت نگاه کن. همون چیزی که میتونه بدنت رو خسته کنه، اگه درست بخوریش میتونه نجاتت بده. همه چی به انتخاب تو برمیگرده. انتخاب این که آگاهانه بخوری، نه از روی عادت. بدن تو هنوز هم توانایی ترمیم داره. فقط باید بدونی چطور باهاش رفتار کنی. و اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی، بدون که داری قدم به قدم به یه بدن سالمتر نزدیک میشی. این یعنی شروع دوباره، نه پایان. الان قبل از اینکه بری روی ویدیوهای بعدی روی صفحه کلیک کن. یکیش درباره خوراکی‌هایی که باعث ضعف عضله میشن و اون یکی درباره ترکیب‌های خطرناک در رژیم روزانه است. اونا ادامه همین مسیره و کمکت میکنن تا بدنتو کامل بازسازی کنی. یادت باشه، سلامت از آگاهی شروع میشه. من دکتر نرگسم و تو همین حالا یه قدم جلوتر از دیروزی.